سلام بچه، خوش اومد به سری جدید ماینکرافت از امیر حسین نظارت. خب امروز اومدیم با یه ویدیو ماینکرافت، سری اول منه، اولین ویدیو من تو کانالمه. اگه میشه لایک کنید و امروز میخوایم بریم دنبال معبد صحرا. خب بریم جلو. اینجا که فعلا چیزی نیست، هنوزم هیچی نیست. بریم. بچه ممنون میشم کانال منو فالو کنید و فیلم های منو لایک کنید و زنگوله بزنید که هر ویدیو گذاشتم با خبرش. و اگه بشه با کمک های شما بتونم یک سیستم بهتری بخرم. خب همون بعد فقط یه درخت پیدا کنیم که بدونیم باش یه چوب بسازیم که بتونیم این درخت رو قطع کنیم. یکم سبزی هست این ولی خوب کمه، درختی هم نیست آخه. بریم جلو. نه درخت نیست. خب بریم. فعلا فکر نکنم بتونیم درخت پیدا کنیم. یه عالم درخت طول میکشه بریم برو. میریم جلو. اصلا ما دنبال معبدیم دیگه و اصلا باید تا شب بشه معبد رو پیدا کنیم. بریم. یه خیلی طول بکشه دیگه گوشتمون تمام میشه. بریم. او دو درخت کوچولو، میریم همون دوتا رو میگیم. خب گیر کرد موزه سخت. خب حالا بکنیم. این یکی نم دو سه تا چهار. این زیری هم بکنیم. حالا باید بریم یکی رو بکنیم. از همینجا میکنیم. خب کن دیگه. خب حالا باید بریم یه شمشیر چیز بسازیم. الان خیلی واضح نیست، بعدا میسازم. بریم.
گوش نمون شد. بذار خرگوشه رو بکشم. باید گوشت بده باید. زود باید گوشت بده. من میکشم. شانس رو بود. حالا میریم یکم جلوتر شاید پیدا کردیم معبد صحرا رو. نیست جا سنگ. نه بریم بالا. اینقدر از اینو بدم میاد شماش قهوه‌ایه. چه کم وصله بسازم. چقدر دقیقا همون چیزایی که میخواستم شد. بکنمش. بریم اینجوری بریم بالا دیگه. شاید از اون بالا بتونیم پیداش کنیم. اینجا نیست. امیدوارم بتونیم پیداش کنیم. آخه دیگه ویدیو داره یکم طولانی میشه. بریم. ایول پیداش کردیم بچه ها پیداش کردیم. خدا کنم تو چستا چیزای خوبی باشه. بدو دیگه بابا. بدو برو. بابا بر. خب من نباید میترکید. خب منتظرم تا بترکید. انگار که قرار نیست بترکید. میپریم. خب یه سیب استخونم برمیدارم برای اینکه مثلا سگی چیزی دیدم بهش گوشت بدم. با این تارا میشه تیرکمون ساخت. یه کتاب. یه چند کتاب دیگه. تو اونجا میز این رو کشه اسب و یکم من تم. خب TNT هم بکنیم. خب بریم بالا. بالا نمیشه که. چسته چون شنداریم. بریم بالا. یکم دیگه مونده. حیف چوبا در ببندم که زومبی ها نیان. شب ببندیم در. یکی بذاریم چون اسکلتون رو تیر میزن. خب اینجا کرافتینگ تیبلمون رو بذاریم تا فردا صبح صبر میکنیم تا روز بشه و بریم. خداحافظ.